سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیوی Red Dead Redemption. امروز میخوایم بریم اسب سفید رو پیدا کنیم، اسب سفید عرب که واقعا صورتش از همین اسبی که دارم بیشتره. بریم پیداش کنیم. بچه اصلا عجیب غریب اسب توی برفا پیدا میشه. خب گرسنم شد. اسب بین برفا پیدا میشه و توی برفا زندگی میکنه. الان میمیرم خونمو چیز بخوریم. و بعضی از اسبا اصلا تو طبیعت زندگی میکنه، این تو برف زندگی میکنه ولی صورتش خداه. بریم پیداش کنیم. من این ورا دیدمش، در رفت، ولی گفتم یه ویدیو بگیرم مکانش هم میذارم آخر ویدیو. دیدمش بابا چرا یا ابوالفضل این توی برف اصلا پیدا نمیشه، سرعتش زیاده، نمیشه آدم بهش برسه. رفت بابا، از اونجا تا اونجا من میخوام بگیرمش، چجوری برم؟ برو گازید بابا، بودو دیگه، یه ذره بودو برو. آها سرعتشو برم، گازید، اصلا نمیتونم برسم بهش. یا حسین چجوری برسم من به این؟ نمیدونم. میتونیم بگیریمش نه؟ بابا یعنی چی؟ من کجا اتک خوردم؟ آهان، وای خدا رو شکر. خب گرفتم. بابا نمیتونم ببینم، این درختا میره تو تصویر. بابا خونم هم الان تمام میشه. بودو چقدر جفتک میندازی. وای الان میمیرم با این جونی که من دارم. وای بگیرمش. وای داشت جفتک مینداخت. برو ایشالله این دفعه جوابه. تموم کن دیگه آقا. خر این همه جفتک نمیندازه تو اسبی، خجالت بکش. برو تمومه دیگه، ایشالله تموم بکن. خب تموم شد بچه، تموم شد. یا حسین آروم. خب بچه اینم از کلیپمون و از این اسب نگاه، روخشو نگاه، صورتش این مازاراتی همینجاه. ولی یه ذره عجیب غریبه. اسبا تو طبیعت زندگی میکنن، تو چرا اینجا؟ آهان بچه یادم رفت چیز بهش مکانه نشون بدم. مکانش دقیقا همینجاه، میشه این چیز لژندریاه. میای اینجا باید حداقل 20% بازی رو انجام داده باشی که بتونی بیای این اسبا پیدا کنی. تو اصلا 2% هم باشی بیای اینجا نمیتونی اسبا پیدا کنی. نمیدونم چرا، چون که دیدم شنیدم و همینه دیگه. میخوای برو تستم کن، نمیتونی پیداش کنی. ولی اگر 20% بودی آره. خب اینم از ویدیو ما و تموم دیگه. یه اسبم کاسب شدیم. خدافظ.